سلام دوستان، ترابی هستم. با یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمت شما هستم. قبل از اینکه بریم آموزشمون رو شروع کنیم ازتون میخوایم این کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید. ما کلی استراتژی و سبک‌های مختلف میخوایم آموزش بدیم که تازه کانال رو شروع کردیم. حتما سابسکرایب کنید کانال رو. تشکر از همگی. خب میخوایم امروز به تحلیل نات کوین و تون کوین بپردازیم، ارزهای مربوط به تلگرام. به این منظور میریم روی چارت تریدینگ ویو. خب تایم هفتگی تون کوین از دوستان میخوایم محدوده حمایتی، مقاومتی و تحلیل و ادامه روند تون کوین رو در آینده پیش بینی بکنیم. دوستان قبل از اینکه ما تحلیل رو شروع کنم بهتون بگم که این تحلیل هایی که ما میذاریم نظر شخصیه، حتما خودتون بررسی کنید اگه خاصی سیگنال بگیرید تا بتونید سودهای خیلی خفنی در کنار هم به دست بیارید. خب قبل از هر چیزی ما اینجا یک روند صعودی داریم دوستان که فاصله زیادی تا خط روند ما گرفته. این شیب روند صعودی مقدار کم شده. اگه بخوام از آینده، از گذشته ارز ما درس بگیریم، می‌بینیم اینجا بعد از رشد خوبی که داشته دیگه شروع کرده به رنج زدن و شروع به یک اصلاح کرده که دور از انتظار نیست که همین مسیر رو تو اینجا ارز تون کوین ادامه بده و با یک اصلاح خیلی کوچیک تا ترند دوباره به روند صعودی خودش ادامه بده. خب یه محدود تقریبا از $2 یک 300% رشد کرده دوستان تا محدوده $8 هم رشد داشته. یک محدوده حمایتی یا یک اوردر بلاک تو این قسمت $5.5 داریم. خب برای اینکه ما تو تایم پایین تر تحلیلش کنیم و نقاط رو دقیق تر به دست بیاریم، نقاط حمایتی رو میریم تایم روزانه. خب در تایم روزانه همونطور که میبینید دوستان ترند صعودی رو ما داریم که فاصله زیادی داره. شیب روند صعودی ما یه مقدار کم شده. داخل RSI هم که واگرای منفی کاملا مشهوده. چیزی که اینجا مشخصه یک اصلاحی داشته و یک پینبار خیلی خوبی زده در تایم روزانه که محدوده حمایتیش تقریبا $6.4 بوده که یک پینبار خیلی عالی داشته و یک روند صعودی خوبی تقریبا در تایم پایین 20% داشت. دوستان علت این که الان یه همچین روندی رو داره به خاطر بازی تلگرامی هست و ترند بازار شده الان تون کوین و نات کوین. تون کوین به خاطر تلگرامش الان خریدار زیاده و هولدرهای زیادی رو جذب کرده. خب ما بخوایم این تایم هفتگیمون که محدوده حمایتی بود بیایم دقیق تر رسم کنیم، میتونیم این کندل رو در نظر بگیریم براش که این محدوده تقریبا $4.8 تا $5 محدوده خیلی خوب برای خرید است که اگر اینجا رسید حتما خریدتون رو روی پله اول انجام بدید. خب چیزی که اینجا مشخصه محدوده مقاومتی ما محدوده $8 این محدوده هستش. رنگش رو سبز میکنم که کاملا براتون مشخص باشه. محدوده $8 تا $82 محدوده مقاومتی شده براش. شیبش بسیار کم شده، شیب روندی. اینجا ما یه خط روند صعودی داشتیم دوستان که شکسته و دوباره به داخل خط روند برگشته. خب اعتبارش از دست داده تا اندازی ما میتونیم بگیم که اگر نتونه از محدوده 8 تا $82 عبور کنه دوباره انتظار اصلاح به سمت پایین رو داریم که دور از انتظار نیست. بریم توی تایم 4 ساعته. خب میریم تایم 4 ساعته تا تحلیلش کنیم. میبینیم که یه روند برگشت خیلی عالی رو داشته. در تایم 4 ساعته این در تقریبا یک روند وجه صعودی بوده که معمولا از سمت پایین شکسته و اصلاحو داشته و دوباره ریجکت شده به سمت بالا. خب بخوایم اینجا تحلیل کنیم، همونجا که بهتون گفتم محدوده $8 محدوده مقاومتی براش. اگر نتونه این محدوده رو رد کنه انتظار رو دوباره اصلاح کنه رو داریم که دور از انتظار نیست. اگر هم بتونه عبور کنه محدوده مقاومتی بعدیش $9 و $10. خب دوستانی که میخوان خرید کنن محدوده حمایتی که ما اینجا مشخص کردیم محدوده $6.4 تقریبا $56 تا $58 و محدوده خیلی خوبه $4.8 تا $5. اینجا ما بخوایم ریسترش کنیم میشه این محدوده $4.8 تا $5 محدوده خیلی خوبی برای خرید است. دوستانی که میخوان خرید کنن میتونن روی این پله ها خرید
انجام بدم. خب این از تحلیل تون کوین. بریم نات کوین رو تحلیل بکنیم. بذارید من چارت تمیزتر بیارم خدمت. خب دوستان همینجا که میبینیم یه محدوده حمایتی داشتیم روی 12 که از دست رفته شده براش محدوده مقاومتی. خب محدوده حمایتی رو من اینجا براتون مشخص کردم. محدوده تقریبا 9.2 8 و محدوده کف که محدوده بسیار خرید دور از انتظار نیست که محدوده کف رو تاچ بکنه، ولی خب یه پله خرید روی محدوده 9 تا 8 حتما انجام بدید. محدوده 4 و 7 تا 5 هم محدوده کف هست که ما انتظار داریم حتی این محدوده رو هم تاچ بکن. خب بخوایم براش محدوده مقاومتی رو در نظر بگیریم، محدوده 12 15 و محدوده 16 تا 17 محدوده 16 و 7 یک محدوده مقاومتی براش هست. یه خط روند نزولی هم اینجا داشته که این بعد از اینکه شیب کمی داشته نتونسته این محدوده مقاومتی رو بشکنه دوستان و اینجا محدوده مقاومتی این کنج نزولی رو داشته یا وجه نزولی رو داشته، نتونسته از این محدوده عبور کنه، به سمت بالا بشکنه و شروع به اصلاح کرده. میشه داخل یک کانال نزولی هم در نظرش بگیریم. بذاریم ببینم کانال درست میشه. نه. کانال نمیشه. خب چیزی که اینجا مشخصه الان پس مقاومت 12 و 15 داره سر روش. ما انتظار داریم اینجا تا این بالا بیاد تا 12 تا پول بک بزنه، از اینجا شروع به اصلاح کنه دوباره. محدوده 8 و 9 یه پله خرید و محدوده 4 و 7 تا 5 هم پله آخر خریدمون هست که انتظار داریم رشد خیلی خوبی انجام بده. خب اینم از تحلیل نات کوین بود. دوستان اگه کسی تحلیل خاصی میخواد براش انجام بدیم برای ما کامنت کنه تا ما براش تحلیل کنیم. تحلیل و نظر شخصی دوباره تکرار میکنم، دوستانی که میخوان خرید کنن حتما بررسی کنن. سعی میکنم برای ویدیو بعدی دوباره آپدیت بازار رو بذارم، بیت کوین و شاخص ها رو. حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله رو هم بزنید، کانال ما رو حتما دنبال کنید، پست‌ها اگر خوشتون میاد لایک کنید، به ما انرژی بدید تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنیم. هنوز کلی کار داریم باهاتون، تازه کانال رو زدیم، میخوایم کلی استراتژی خفن شخصی بهتون معرفی کنیم و سبک‌های مختلف معاملاتی رو براتون ویدیو تهیه بکنیم. امیدوارم که پرسود باشید.